سلام و درود فراوان، خیلی خوش اومدید به چنل دارپید. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدیم با آپدیت جدید همستر در خدمت شما باشیم. خب دوستان، همونجوری که می‌دونید آپدیت همستر داده، یعنی همستر آپدیت داده در اصل. خب آپدیتش چیه؟ برای کلید جمع کردنه که گفته توی خود همستر گفته که به علاوه پرفید، سکه و کلید برای من خیلی مهمه. در آینده که قرار همستر لیست بشه، قراره به ما این با این کلیدا در اصل مثل پیکسل وت که لولمون رو بردیم بالا، به ما کوینشو به ما بده یا همون توکنشو. چیکار کنیم کلید به دست بیاریم؟ هر روز ساعت 12 شب مینی گیم با پازل حل کردن میتونیم بذاریم، آموزش پازل حل کردن هم میذاریم توی کانال. و توی پلی گراند وقتی که بریم، حالا قراره با همین چند تا بازی دیگه هم بده. حالا اولین بازیش همین بایک رایده. خب روی گزینه پلی میزنید، هر روز 4 تا کلید به شما دیلی میده. یعنی بعد بازی انجام بدید، کد رو دریافت میکنید، وارد همستر میشید و شما میزنه. بعد کافیه این بازی رو دانلود بکنید و اوپن رو بزنید. وقتی که اوپن رو زدید دوستان، من صداشو قطع کنم یه لحظه. خب وقتی که اوپن رو زدید، شما وارد برنامه میشید و از این قسمت اوکی شد. خب چه قسمت اینویت؟ وارد اینویت میشید. خب حالا کاری که بکنید، دوچرخه رو باید بخرید و روی هم بذارید و لولش رو ببرید بالا تا هر جایی که میتونید لولش رو ببرید بالا، چون سرعتش بیشتر میشه و کد همستر رو به شما میده. یکی از این راهها همینه. حالا از کجا دوچرخه ارزون بخریم؟ همین گزینه بغل بایکس میاد پایین، مثلا 2 تا 8 میلیون میخریم، میکنه چند؟ 2 تا لول 8 میخریم، میکنه 9. همینجوری 11 میکنیم 12 رو نداریم، همینجوری ببرید بالا. خب چجوری کلید به دست بیاریم؟ اینجا گزینه اینویت رو می‌بینید، واردش بشید. به شما میگه شما باید این بازی رو درست انجام بدید، یعنی روزی حدود 1 ساعت 2 ساعت وقت بذارید براش. ولی کمتر هم میتونید، یعنی بستگی به شانس خودتون داره دیگه. با به دست آوردن سکه، جمع کردن سکه، جمع کردن تیکت، جمع کردن کلاکاسکت، جمع کردن دستکش و بردن لول دوچرخه ها به بالای 10 به شما کد رو میده. حالا از کجا این کلاکاسکت و تیکت و اینا رو به دست بیاریم؟ تیکت خیلی آسونه. وقتی لولتون رو ببرید بالا، تیکت به شما میده. توی قسمت رایس شما فقط کافیه این کلاکاسکت ها رو وقتی با دیدن تبلیغ آزاد بکنید، توی قسمت دستکش اینا رو آزاد بکنید، توی قسمت سرعت سنجم به شما میده. حالا یه دست بازی کنید، با محیط کار آشنا بشید. خب شما فقط کافیه برای اینکه سکه‌های بیشتری به دست بیارید، آدمکایی که زمین می‌بینید رو بعد بزنید. می‌بینید اون بالا مشت میاد 4 تا. نکنید الان من یکم بزنم، می‌بینید 7. و در قسمت آخر بازی خط پایان دقت کنید، از x1 داره تا x10. خب اگر x10 رو بگیرید، پولتون رو ضرب در 10 میکنه به پایین. ولی خب به نظرم حتما انجام بدید. اینا که الان من میرم، من x10 رو میخوام بگیرم، x7 گرفتم میشه، ولی خب اشکال نداره. میبینید این مشته که زدیم ما 1 میلیون مشت گرفتیم، x7 هم که 10 میلیون داد، اینم 5 میلیون. حالا اینجا x2 اینا داره، حالا من میذارم x2 به من بده، ولی نمیده. من خودم تبلیغشو قطع کردم چون خیلی رو مخه. مثلا مدو چخار روی هم میذارید، میگه تبلیغ میبینه و اینا، بس 30 ثانیه صبر کنید که حوصله آدم نداره. وارد همستر میشید. کجا کدو میده دوستان؟ کد این گوشه قرمز برای شما میشه، میزنید کپی کد رو میزنید و وقتی کد کپی شد وارد همستر میشید. روی قسمت پست کد هر میزنید و ردم رو میزنید. حالا من کدی ندارم. و این از ویدیو دوستان دقت کنید که هر روز 4 تا کلید به شما میده. دوستان خیلی ممنون شدم این ویدیو رو دیدید. لینک همستر رو که دیسکریپشن میذارم.